پیراشکی پیتزایی خوشمزه 3 سوته آماده میشه و نیازی به درست کردن خمیرم نداره. اول موادمون رو آماده میکنیم. یه دونه هات داگ رو رنده میکنیم یا ریز خوردش میکنیم. بعد بهش فلفل دلمه‌ای رنگی و پنیر پیتزا رو هم اضافه و مخلوط میکنیم و کنار میذاریم. میریم سراغ درست کردن مایه پیراشکیمون. ماست و تخم مرغ رو با هم خوب مخلوط میکنیم. بهش نمک و فلفل و آبیشن میزنیم. آرد و بیکینگ پودر هم اضافه میکنیم. خوب مخلوطشون میکنیم تا به یه بافت غلیظ برسیم. حالا موادمون رو بهش اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم. مایه پیراشکیمون نیازی به استراحت هم نداره. بعد از اینکه خوب مخلوط شد داخل قیف یا زیپ کیپ میریزیم. سر قیف هم به هر اندازه‌ای که خواستیم پیراشکیامون باشه برش میزنیم. در آخرم تو روغن داغ با حرارت متوسط 2 طرفشون رو سرخ میکنیم. میتونید این پیراشکی‌ها رو به صورت توپکی هم درست کنید، ولی باید روغنتون زیاد باشه و به صورت شناور توش باشن. پیراشکیامون هم به همین راحتی و تو زمان کم آماده شدن. تو ظرف سرومون کنار سس دلخواهمون میچینیم. اگه تا حالا این مدلی درست نکردین حتما امتحان کنید که یه انتخاب عالی و جذاب برای بچه‌ها هم هست.